سلام، خیلی خوش اومدین به 7مین روز از چالش نوت‌خوانی. امروز میخوایم 7 نوتی رو که یاد گرفتیم با هم دوره بکنیم. دو، ره، می، فا، sol، لا، سی. پیشنهاد میکنم قبل از این ویدیوهای قبلی رو یه نگاهی کرده باشین، دوره کنید و بدونید که قسمت‌های قبلی یک بار مصرف نیستند. باید هر وقت که وقت خالی دارین در واقع تایم بذارید و این تمرینات رو روزانه انجام بدید. این چالش پشت سر همه، باید من ویدیوها رو پشت هم براتون بذارم، ولی منظور این نیستش که شما دیگه وقتی قسمت 2 رو دیدین دیگه نیاز به دورش ندارین، قسمت 5 رو دیدین دیگه تموم شد. شما باید مدام در واقع قبل از قسمت‌های جدید اینا رو ریویو بکنید. خب از این در واقع تصویری که براتون میاد اینجا یه پاز بکنید یا یه اسکرین شات بگیرید، به ذهنتون بسپریدش. دو، ره، می، فا، sol، لا، سی. و حالا تمرینات رو با همون ترتیبی که گفتم انجام بدید. بعد از این در واقع دو، ره، می، فا، sol، لا، سی یک اکتاو بالاتر رو با هم دیگه توی جلسات بعدی یاد میگیریم.